15 مهر ماه 1390 جنگنده‌های ناتو به یک کاروان نظامی که احتمال داده می‌شود قذافی در آن باشد حمله می‌کنند. قذافی و چند نفر از همراهانش در چند لوله مخفی می‌شوند. بعد از درگیری محدود و کشته شدن همراهان، قذافی در حالی که زخمی است به دست انقلابیون می‌افتد. این پایان زندگی قذافی است. در رابطه با نحوه کشته شدن قذافی روایت‌های مختلفی وجود دارد. مخالفان قذافی میگویند او در تبادل آتش بین دو طرف درگیر کشته شده و گروهی میگویند او بعد از شکنجه توسط انقلابیون اعدام شده. اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار مشهور ایتالیایی، در یک مصاحبه از قذافی پرسیده بود: شما به خدا اعتقاد دارید؟ قذافی جواب می‌دهد: روشن است که اعتقاد دارم. چرا این سوال را پرسیدید؟ فالاچی در پاسخ میگوید: چون کاملا به این نتیجه رسیدم که شما خودتان را خدای لیبی می‌دانید.